با احتمال زیاد ناحیه دنغره زادگاه رئیس جمهوری تاجیکستان به زودی از یک ناحیه به مرکزی ماموری ولایت تبدیل می‌یابد. این خبرات دست کم دو منصبدار بلندپایه در جنوب تاجیکستان تصدیق کردند، اما نگفتند که در منطقه ولایت نو تشکیل می‌شود و یا مرکزی ولایت حاضره ختلان از بختر به دنغره می‌کوچد. منتقدان می‌پرسند که چرا انتخاب محض سر زادگاه پرزیدنت صورت گرفته است، نه ناحیه دیگر. مقامات دلیل تصمیم خود را آباد کردن شهر و ناحیه ها معنی داد کردند. و همزمان در آینده همزمان قید کردند که ما این اقدام رو پیشه می‌کنیم و در دیگر مرکز رو به هر شهر نویو می‌کشونیم چون که همین شهر نویو منطقه‌ای که دور هستند زودتر آباد شوند. در گذشته در تاجیکستان سر و صدا درباره احتمال به مرکزی ولایت ختلان و یا حتی پایتخت کشور تبدیل دادن ناحیه دنغره وجود داشت، اما مقامات هیچ وقت آن را تصدیق نکرده بودند. از آغاز سالهای 2000 باز در ناحیه دنغره ساختمان‌های عظیم شروع شده تا حال ادامه دارد. اما در حدود این ناحیه هنوز گوشه‌هایی هستند که مردمش از بی‌برقی و بی‌آبی تنقیسی می‌کشند. ناحیه دنغره سالهای 30 عصر گذشته تشکیل شده است. این ناحیه به هیئت منطقه کلاب شامل بوده 160,000 اهالی دارد. کارشناسانی که وضعیت را نظارت می‌کنند می‌گویند پنهان نیست که توجه به ناحیه دنغره به خاطر زادگاه رئیس جمهور و چندین منصبدار دیگر تاجیک بودنش است. اما به گفته آنها مقامات باید آنچنان رفتار کنند که به بحث نابرابری میان ساکنان ناحیه ها و هم موضوع محلگرایی دامن نزنند.